در رابطه با عروسی اسلامی دوست عزیز پرسیده بودن. ببینید، عروسی اسلامی و عروسی غیر اسلامی نداریم. ما عروسی‌های ما باید خالی از منکرات باشد و طبق دستور الله و رسولش باشد. اولا همه مسائلی که در مورد عروسی است رو ما باید از شروع این رو در نظر بگیریم و از اول باید این مسائل رو، این معیارها رو در نظر داشته باشیم. از اول اگر ما شروع بکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که اذا آتاکم من ترضون عن دینه و خلقه فزوجوه. کسی اگر آمد و شما از دینش و اخلاقش خوشتان آمد. اینجا یک نکته خیلی باریک است، من خدمت شما عزیزان بیان میکنم. بعضی از خواهران گرامی ما از این حدیث فهمیدن که هر ملایی، هر دعوتگری، هر انسان رسانه‌ای آمد مثلا قیافه خوب داشت، زبان خوب داشت، عالم دین بود، خلاص من باید با این ازدواج بکنم که این مستقیم منو به جنت میبره. اینطوری نیست. من اتفاقا یک برنامه‌ای که بارها تصمیم گرفتم که اجرا بکنم که عنوانش باشه خواهر گرامی فریب عمامه و عبا و قبا و ریش را نخور. امروز خیلی از خواهران ما، چون دعوتگران ما، علمای ما این احادیث رو یعنی با شرح کامل به مردم نفهماندن. گفتن که من ترضون عن دینی و خلقی فزوجوه. هر کسی که دیدید دیندار و خوش اخلاق بود به او دخترتان را بدهید. نه اینطوری نیست. این حدیث رو دقت بکنید. این حدیث، تفسیر این حدیث، ترجمه دقیق حدیث رو من برای شما بیان میکنم. بعد این خواهر مسلمان ما میاد، یک دعوتگری رو در یک تلویزیونی میبینه، در یک جایی میبینه، بعد یا تماس میگیرن در یک گروه واتساپ جایی، سوال میکنه اول، بعد از اون خوشش میاد، بعد از اون خلاصه به مسیج بازی اینها میرسه، وایسایسه خواستگاری میشه و بعد از اون یعنی خواهرانی بودن که من خودم شاهد بودم، میگه کافی است که فلانی با من ازدواج بکنه، فقط همین که ایشون همسر من باشه، من هیچی نمیخوام. نه این زندگی نیست، این حیات نیست، این ازدواج نیست. این احساساتی نشوید در مسائل ازدواج. از عاطفه کار نگیرید. اکثر خواهران ما که فریب میخورن دلیلش این است که زنها طبیعتاً به مسائل به دید عاطفه میبینن، به دید احساسات میبینن، برعکس مردها که به مسائل خاصا به ازدواج و به این مسائل به دید چی میبینن؟ عقلانی تر میبینن. به طور مثال وقتی که ولو که شیخ الاسلام باشه، وقتی که یک زنی، یک دختر جوانی با این تماس میگیره، اولین چیزی که در ذهن این خطور میکنه میگه چی میشد اگر این همسر من میبود، یا چه بشه اگر من با این ازدواج بکنم. این عیب در یک عالم دینی یا دعوتگر نیست، این طبیعت مرد است. ما داریم از مرد و زن صحبت میکنیم. این مرد و زن ولو پیامبر باشه، صحابی باشه، تابعی باشه، شیخ الاسلام باشه، امام مذهب باشه یا یک مسلمان عادی باشه، مرد است. زین للناس حب الشهوات. ما زینت بخشیدیم در وجود انسانها شهوات رو، شهوت مرد نسبت به زن، شهوت زن نسبت به مرد الی آخره. اینو خداوند در وجود یک مرد امروز با شیخ الاسلام عالم دینی بیاد بگه من وقتی یک زنی رو ببینم هیچ تأثیری در من نمیکنه، پس تو مرد نیستی. اینو خداوند در وجود مرد قرار داده. اما ایمان انسان رو کنترل میکنه، تقوا انسان رو کنترل میکنه. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی میگه که و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. به مردان مؤمن بگو چشمانشان رو بپوشانن، نه اینکه کور برن راه برن، نه، یعنی چشمتون رو برگردانید از نامحرم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. و بگو به زنان مؤمن که چشمان خودتون رو از نامحرم نگه دارید. پس چی میشه؟ اینا با همین مرد در اولین نگاه همیشه به چی فکر میکنه؟ به شهوت فکر میکنه، به اصطلاح این فکر میکنه که ازدواج بکنه، به فکر میکنه که مثلا با این زن همبستر بشه و این واقعیت هست. یعنی نباید این چیزها رو انکار کرد. زن همیشه چی فکر میکنه؟ یک دختر چی فکر میکنه؟ به عشق فکر میکنه، به محبت فکر میکنه، به وفا فکر میکنه، به تدین فکر میکنه، به اخلاق فکر میکنه. این مسائل معنویات بیشتر برای زنها مهم هست. به خاطر همین ببینید مردان صاحب منصب، صاحب
خلق، صاحب پول، صاحب جایگاه در جامعه بیشترین خواستگاران را از طرف زنها می داشته باشن. چون همیشه زنها به این مسائل به شکل عاطفی نگاه میکنن و مردها به شکل عقلانی نگاه میکنن. هدف زن این است که با او زندگی بکنه، به اصطلاح به آرامش برسه. هدف مرد اینه چطور شهوت خودش رو در اونجا به اصطلاح ارضا بکنه. به خاطر همین خواهران ما فریب نخورن. مرد است، شیخ الاسلام باشه، یک مسلمان عادی باشه، امام مسجد باشه یا صحابی و تابعی باشه، همه اینها شهوت دارن. همه اینها نگاهشون به جنس مخالف آن نگاهی است که الله سبحانه و تعالی در وجود یک مرد قرار داد. زین للناس حب الشهوات. کافی است همین آیت که در وجود انسان ها شهوت را الله سبحانه و تعالی زینت بخشیده. شهوت به زن، شهوت به مال، شهوت به منصب. این همه جنگ ها و خونریزی ها به خاطر چی است؟ به خاطر رسیدن به قدرت. بعد از اینکه به قدرت رسید چی به دست بیاره؟ مال. بعد از اینکه قدرت و مال به دست آورد چی کنه؟ شهوتش رو ارضا بکنه. کل این درگیری های دنیا سر همین مسائل است. پس الله سبحانه و تعالی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا آتاکم من ترضون عن دینی و خلقی، یعنی کسی که بیاید خواستگاری بکند و شما از دین و اخلاق او راضی باشید. خیلی نکته باریک است در این حدیث. نگفته که من آتاکم ذات دین و ذات الخلق فزوجو، کسی که دندار و خوش اخلاق آمد دخترتان را بهش بدهید. نه، میگه من ترضون عن دینه و خلقه، یا من ترضون عن خلقه و دینه، کسی که از دین و خلقش شما راضی باشید. مثلا یک انسان دیندار اومد و اتفاقی که افتاده، آمد از یک دختری خواستگاری کرد. دخترم دید که تا شیخ فلان ابن فلان است، گفت آمنا سلمنا، تمام شد دیگه، من دیگه الان مستقیم بدون واسطه وارد بهشت میشم. هم خوش اخلاق و هم دیندار. شیخ امام مسجد، قاری قرآن، ازدواج کرد. بعد از ازدواج 1 سال بعد طلاق گرفت. گفت زندگی من در 1 سال تبدیل به جهنم شد. چرا؟ بخیل بود. چطور؟ والله 10 روپیه میداد 10 بار حساب میگرفت. زندگی اصلا امکان نداشت با این شخص. پس آمادگی برای یک عروسی اسلامی از خواستگاری شروع میشه که کسی که از دین و خلق شما راضی باشید، نه اینکه آدم دیندار و خوش اخلاق باشه، از دین و اخلاق شما راضی باشید. شاید یک آدم بسیار دیندار است اما مثلا سفر رو دوست داره، زنشو میذاره مثلا در سال 6 ماه سفر است. یکی از خواهرها تماس گرفته بود، میگفت که شما نصیحت بکنید این شوهر دعوتگر و دیندار من رو که حتی میگه وقت خداحافظی کردن همونطوری که در برنامه‌های تلویزیونی صحبت میکنه. خب بینندگان عزیز و گرامی، تا فرصت دیگر که باز هم در خدمت شما خواهیم بود. الله یار و نگهدارتون. می دم در اینطوری با من خداحافظی میکنه، از بس که هوا عوضش و فکرش و همه چیزش دعوت است. دم در. خب همسر گرامی، تا دیدار بعد که بعد از این که از این سفر دعوتی برگشتم شما رو به الله بزرگوار میسپارم. میگه زندگی نمیشه. نه، این زن برای این با تو ازدواج کرده که تو باهاش خونه بسازی، کانون گرم زندگی داشته باشید. پس از اینجا شروع میشه. و بعد از اون سوالی بود که یک بیننده عزیز دیگری هم پرسیده بود که آیا مسائل قوم و نژاد و این چیزا مطرح است؟ بله، این چیزا مطرح است در ازدواج. مثلا من یک ازبک خواستگاری کرده، من از فلان قوم هستم، پدرم میگه ما با ازبک ها وصلت نمی کنیم. یا یک ازبک خواستگاری بکنه به یک پشتونی، بعد مثلا این ازبک ما به پشتون ها ببینید این مسائلی است که شاید مصلحت رو پدر و مادر و خانواده اینو، ما مسئله قوم پرستی و نژاد پرستی رو ابداً مطرح نیست در اینجا. اما مسئله ازدواج تنها زندگی یک مرد و یک زن نیست. دو خانواده به هم دیگه قوم و خویش میشن، به اصطلاح با هم دیگه رفت آمد میکنن و گاهی اوقات این
اختلافات فرهنگی و اختلافاتی که وجود داره در جامعه که ما مجبور هستیم این وجود داره، نمیتونیم انکارش بکنیم، شاید سبب ایجاد مشکلات در خانواده بشه و به هر اندازی که مردم شهری میشن و با فرهنگ و تمدن میشن این مشکلات کمرنگتر میشه، اما هنوزم در جوامع سنتی این مشکل وجود داره. اصل دین است، خلق است و بعد از اون اصل و نسب خیلی مهم است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیث صحیح میفرمایند که به خاطر 4 چیز مردم ازدواج میکنن: لجمالها، لمالها، لحسبها، و به خاطر مالش، به خاطر زیباییش، به خاطر به اصطلاح اصل و نسبش. بعد میگه فظفر به ذات دین تربت یدک، یعنی خدا تو رو خوشبخت بکنه، یعنی خدا تو رو سعادتمند بکنه، سعی بکن با دیندار ازدواج بکنی. ذکر اون مسائل به خاطر این است که ازدواج امکان داره با در نظر داشت اون مسائل هم باشه. طرف میگه بله من زن دیندار میخوام اما زیبا هم باشه، فقیرم نباشه که مثلا هر روز با عذاب بشم، مثلا با خانوادهش و با فقر اونا سر و کله بزنم. این مسئله در نظر این به این معنی نیست که با یک دختر فقیر ازدواج نکنید. آدمی که این اتفاق نظر باشه، این مسائل باشه، اشکالی نداره. مسئله رؤیت شرعی خیلی مهم هست که رؤیت شرعی صورت بگیره، زن و شوهر هم دیگر رو ببینن، دختر و پسر هم دیگر رو ببینن، از هم دیگه خوششون بیاد، صحبت هایی در مورد زندگیشون و آیندهشون داشته باشن، با هم دیگه بکنن. در حضور یک محرم میتونن، حتی یک کودکی، یک طفل، یعنی از طرفین یکی باشه، دخترکی پسرکی کوچولویی باشه، مثلا در خانه باش، با اینها بشینن با هم دیگه صحبت بکنن در مسائل زندگیشون، اشکالی نداره. بلکه این نیاز هست، ضرورت هست در این دنیایی که ما زندگی میکنیم، در این عصر سوشال میدیا فلان اینها. بعد از در نظر گرفتن همه این مسائل، مسئله مهر، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که به اصطلاح خوشبخت‌ترین زن و شوهر اون زن و شوهری هستن که مهر زن مناسب باشه، یعنی زیاد نباشه. هیچ کس حق نداره که مهر یک دختری رو تعیین بکنه غیر از خودش. هیچ کس حق نداره که مهر یک دختری رو بگیره غیر از خودش. و این دختر این مهری رو که تعیین میکنه باید خودش بگیره و حق اون است که اون استفاده بکنه، نه اینکه پدرش بگیره، مادرش بگیره، الا به رضای خودش که این رو پرداخت بکنه. این مسئله مهر. بعد از اون در مسئله ازدواج مهمترین نقطه‌ای که به اون باید اشاره کرد این است که در مراسم ازدواج اختلاط نباشه، یعنی مرد و زن با همدیگه قاطی نباشن. دلایل زیادی داره. یکی از دلایلش این است که خیلی از ازدواج‌ها در همان شب اول منجر به شکست شده. دلیلش همین بوده که داماد در اون مجلسی که زنها دخترها با کامل آرایششون حاضر شدن، خواهر عروس رو دیده، به اصطلاح یک قوم خویش عروس رو دیده یا یک دختر دیگری رو دیده یا که قوم خویششون دخترش رو دیده، پشیمون شده که چرا با این ازدواج کردم، ای کاش اونو خواستگاری میکردم. غیر از این مسئله‌ای که اختلاط اصلا شرعاً جایز نیست که زن و مرد در یک جا، اونم با کامل زینت، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الی آخره، یعنی که در آیه الله سبحانه و تعالی صریحاً میگه زینتشون رو زنها آشکار نکنن مگر در پیش برادر و پدر و عمو و دایی و فرزندانی که کودکانی که هنوز به بالغ سن بلوغ نرسیده باشن و مردهایی که دیگه میلی به زنها نداشته باشن، یعنی پیرمردای فرتود. با کامل زینت، با آرایش، با اون لباسهای عجق بجقی که در عروسی ها میپوشن، در اونجا بیان و زن و مرد با هم قاطی باشن، این جایز نیست. استفاده از موسیقی در عروسی ها جایز نیست. میشه جانشین کرد با سرودهای اسلامی که مخصوص ازدواجات، نه اینکه سرودهای بزن بکش جهاد کن صدای گلوله و توپ و تفنگ باشه. نه امروز پر است در اینترنت عروسی اسلامی بنویسید، به اصطلاح آهنگ ها، ترانه های اسلامی هست برای عروسی، میتوانید از اون استفاده بکنید. و آوردن شراب و بعضی از بازی هایی که به اصطلاح قمار بازی هایی که صورت میگیره در عروسی ها، اینها جایز نیست. تا وقت های شب که از نماز صبح مردم بمانن دیر کردن جایز نیست. بعضی بگه بابا مولا یک شب عروسی داریم شما میزنید اون رو که موسیقی نباشه و رقص نباشه و نمیدونم فلان نباشه، پس چی شده عروسی که نشدیم؟ من به یک از دوستان گفتم ببین آیا ازدواج کردن عبادت هست یا نیست؟ گفت والله نمیدونم. گفتم عبادت هست. الله سبحانه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، الله سبحانه و تعالی میگه که
ازدواج کردن از نشانهای الله سبحانه و تعالی است، نشانهای قدرت او است، ما رو تشویق کرده به ازدواج کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است. نکاح ازدواج کردن فرموده الله هست، سنت پیامبر هست، پس عبادت شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید فی بضع احدکم صدقه، هر موقعی که تو با همسر شرعی خود هم بستر میشوی، با او میخوابی، برایت یک صدقه نوشته میشه. صحابه گفتن یا رسول الله، یعنی ما اونجا شهوتمون رو ارضا میکنیم این صدقه نوشته میشه؟ گفت اگر اینو در حرام میکردی مگر گناه نبود؟ گفت بله. فلان که در حلال کردی این کار رو، برای تو صدقه نوشته میشه. پس صدقه هست، سنت هست، فرموده الله هست. عبادت شد یا نشد؟ عبادت شد. الان تو عبادتت رو، شب اول زندگیت رو با چی شروع میکنی؟ مثل این میمانه که کسی جانماز بندازه، یک به اصطلاح بلندگوی بزرگی هم در کنارش بگذاره، بعد بگه الله اکبر، دستش هم ببنده، موسیقی رو هم پلی بکنه، اونجا موسیقی است، خواندن است، این داره بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. آیا این عبادت قبول میشه؟ طبیعتا هر مسلمان عاقل میگه نه، قبول نمیشه. طرف داره میره حج، یک به اصطلاح ضبط صوتی این پیتری چیزی با خودش ببره، در اثناء طواف کردن موسیقی گوش بکنه، آیا این حجش میشه؟ طوافش میشه؟ طبیعتا میگید نمیشه. پس تو سه عبادت در اینجا جمع میشه در ازدواج، شاید که عبادت های دیگری هم درش وجود داشته باشه. سه عبادت، فرمان الله، فرمان رسول الله، صدقه هست در این. تو این عبادت رو داری انجام میدی، با چی؟ موسیقی گذاشتی، سالن رو سرتون برداشتید، شب تا صبح زن و مرد با هم میرقصن. بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت 6 ماه بعد منجر به طلاق میشه، زن و شوهر با هم دیگه جنگ و دعوا، زندگی خراب. چی شده؟ والله ما نمیتونیم با هم دیگه زندگی کنیم. چطور با هم دیگه زندگی بکنید که شب اول زندگیت رو تو با معصیت و با گناه آغاز کردی؟ من خوشبخت‌ترین انسان‌ها رو در ازدواج دیدم، خوشبخت‌ترین انسان‌ها رو در ازدواج دیدم، خوشبخت‌ترین انسان‌هایی که در زندگی از اونها خوشبخت‌تر ندیدم. والله بالله در شب عروسیشون یک زن و مرد نامحرم هم دیگر رو ندیدن، یک ثانیه هم موسیقی پخش نشده، اما خوشبخت‌ترین انسان‌ها بود. کسانی رو دیدم که کم از کم $100,000 در شب عروسیشون خرج کردن، بهترین خواننده را آوردن، کنسرت زنده داشتن، اما بعد از 1 سال، 2 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال منجر به طلاق و بدبختی شده. تو که شب اول زندگی تو با معصیت الله آغاز بکنی، چطور الله سبحانه و تعالی تو رو در زندگی خوشبخت بکنه، اولاد صالح نصیب بکنه، زنت صالحه باشه؟ پس عبادت رو انسان که نمیتونه با معصیت الله سبحانه و تعالی آغاز بکنه.